این سرویس بهداشتی عمومی قدیمی میافتاد، شما یادتون نمیاد یه زمان این توالت عمومی ها رو میرفتی دراش نیم متر از پایین کوتاه بود، نیم متر از بالا، آدم احساس میکرد تو استبله مثلا. اسبا رو دیدی از پایین پاهاشون معلوم، از بالا گردن اومد بیرون. درا کوتاه بود، یعنی کوی نشسته بود، شما فقط بعد از اینجا رد میشدی نمیدیدی، فقط یه قدم میرفتی جلو قشنگ میدیدی. اکثرا هم آدمایی که رد میشدن کنجکاو بودن، چون دوست داشتن چیزایی که دیدنی نیست ببینن. میومد رد میشد، آروم آروم به در نزدیک میشد، حالا واسه که نه قصدی نداشت، هدفش این بود ببینه اگه خالیه شروع کنه. بعد نگاه میکرد، بعد تو فکر کن که اون تو نشسته بود از قبلش هم دلهوره داشت، چون میدونست که اگه کسی رد بشه میبینه دیگه. فکر کن طرف نشسته باید یهو یکی کرد اونم واسطه هم تو داره نگاه میکنه با خیال. مرتی که اون داره از سکته میکنه از ترس، یه نظر دیدی برو دیگه.